زمان به یکدیگر دست نمیدادند، حالا آغوش به آغوش گرفتند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای قرقیزستانی صادر جباروف سازشنامه درباره مرز دولتی دو کشور را امضا کردند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتر آن تا سال 2011 و بیش از 486 کیلومتر دیگر در 3 سال آخر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. با شرافت تلاش‌های مشترک، اراده سیاسی و کوشش‌های دو ملت برای رسیدن به صلح و حسن همجواری، ما یک زمینه مستحکم برای همکاری‌های دوجانبه پایه‌گذاری می‌کنیم. می‌خواهم کاری ثمرناک کمیسیاهای دولتی در مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را قدردانی کنم. باور دارم که امضای سازش درباره مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان یک حادثه سرنوشت‌ساز تاریخی خواهد بود که هم از طرف مردم دو کشور و هم از طرف طبقه‌های وسیع جامعه جهانی با خوشحالی پذیرفته می‌شود. دو کشور همچنین 16 سندی همکاری را امضا و 2 گذرگاه سرحدی را میان تاجیکستان و قرقیزستان باز کردند. پرواز هواپیماها نیز از 14 مارس از سر گرفته می شود. پرزیدنت تاجیکستان می گوید دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت توافق کردند. در تقریباً 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. Наши страны продолжат практику поддержки инициатив друг друга в рамках. کشورهای ما تجربه دستگیری تشبس‌های همدیگر در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی را ادامه می‌دهند. نتیجه مذاکرات امروز امکان می‌دهد ما به آینده روابط میان کشورهایمان با خوشبینی نظر کنیم. بعد امضای سازش مرز ما با صادر نورکوجایویچ موافقت کردیم که به همین زودی سازش میان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه به هم آمدن مرز 3 کشور را امضا میکنیم. ما نقشه داریم این سازش را در جریان جشن نوروز در شهر باستانی خوجند امضا کنیم. پیش بینی می شود که ملاقات رهبران 3 کشور در شهر خوجند روز 31 مارس امسال برپا شود. مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد میان تاجیکستان و قرقیزستان روز 21 فوریه امسال نهایی و از طرف هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در بیشکک امضا شد. پارلمان قرقیزستان روز 27 فوریه سازشنامه را بررسی و قبول کرد. در مورد بررسی شدن این سازشنامه در پارلمان تاجیکستان هیچ معلومات در دست نیست. بعضی جزئیات سازشنامه را قمچیبک تاشیوف رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان آشکار کرد. نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور با تکیه به معلومات داده او گذشته‌های جانب تاجیکستان را بسیار شمردند. مقامات تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا تفصیلات گفته شنید و جزئیات سازشنامه را اعلان نکردند.